بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. چند روز پیش خبری وفات ناگهانی عالم بزرگوار و ستاره درخشان در عالم علم و پیشوای اهل طریقت و عالم متدین و فقیه توانا دام الله حاج حکمت الله و همه جا پهن گشت و دلهای عاشقان علم و معرفت را مجروح ساخت، غمگین ساخت و این خبر ناگهانی وقتی که به ما هم رسید به خاطر احترامی که به ایشان داشتیم خیلی هم غمگین گردانید. بنابر از این فرصت که الان دست یافتم برای خاندان بزرگوار، خصوصا برای فرزنداش قاری محمد جان و دیگران و همسر عزیزش، این مصیبتی بزرگ و این از دست دادن پدر مهربان و استاد بزرگوارشان را تسلیت عرض میکنم. از خداوند مهربان برای فرزندای او و برای شاگردان و مخلصان و عاشقانش صبر جمیل و ثواب بزرگ خواهانم و به ایشان میگویم که بزرگوار حاج دام الله حکمت الله ستاره درخشان در علم بودند و برای عاشقان علم در این سالهای طولانی دراز صحبتی داشتند، مدرسه داشتند و گفتگوی داشتند و یک چشمی جو سرآب بودند که عاشقان علم و حکمت از این چشم بهره می بردند. فرزندان ایشان انشاءالله امید دارم که جاینشینی خوب برای حضرت دام الله می گردند، زیرا که چگونه شنیدم هر کدام ایشان صاحب علم، قاری و حافظی کلام الله هم. اگرچه بزرگوار رفتن جای خودشان خالی نموندن، فرزندان مناسب در جای نشینی خود کردند و از خداوند بار دیگر هم برای حضرت دام الله این سفر را دعا میکنم که سفر عروسی و سفر رسیدن به سوی معشوقش گردانده باشد، زیرا مرگ این فنا نیست، مرگ دوست به دوست میرساند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند العلماء باقون ما دام الدهر اجسامهم مفقودة و ارواحهم موجوده. عالم ها وقتی که از این عالم سفر میکنند
وقتی که از این دنیا رخت به سوی آخرت میبندند، اگرچه در ظاهر برای خاندانش و شاگردانشان، برای مخلصانشان و عاشقانشان مصیبت است و جدایی است، سوزش است، اما اونها زنده هستند. اونها از نظر ما پنهان شدند، اونها از نگاه ما زیر خاک افتیدند، اما روح اونها، آثار اونها، فیض اونها باقی است. انشاءالله حضرت دام الله اگرچه ظاهرا رفتن در نواری از صورتدارهای بچه ها، صورتگرها دیدم حضرت در زیر خاک می سپاریدند و در لب قبر یک موسفید نورانی در چشمم افتید. خیلی هم نزدیک کنید گفتم بینم، دیدم ملا توکل بود که آب دیدش می رفت سرش خم، جسم بیجانی حضرت بزرگوار که در قبر می موندن تماشا می کرد و با استاد خود، با رفیق خود، با همپیرو مرشد خود وداع کرد، گریه می کرد. و یادم لحظه های حیات مولانا و شمس آمد، وقتی که شمس از نظر مولانا پنهان شد، براش این 4 مصر بیت گفتن: عجب آن دلبری زیبا کجا شد، عجب آن سرو خوشبالا کجا شد، میان ما چه شمع نور میداد کجا شد، ای عجب از ما کجا شد. گویا این سخنای مولانا را ملا توکل زمزمه میکرد و آب دیده استاد خدا، دوست خدا، همپیری خدا، مرشد خدا و خاک می سپارید. آری عزیزان من، تماشا بینای نواری من، از خداوند برای همه شما صبر جمیل و دعا میکنم که برای این داملای بزرگوار باز جای نشینان خوب در این جامعه ما پیدا سازد. آره رفتن این داملا رفتن علم است، از بین رفتن او از بین رفتن تعلیم است. مانند که ابن عباس رضی الله تعالی عنه حضرت زید ابن ثابت در خاک می سپاریدن، حضرت عبدالله ابن عباس با اشک چشم گفتند: من سره ان یرا کیف ذهاب العلم، کسی میخواهد که ببیند علم از جامعه چگونه می رود، از بین چگونه می رود، از دنیا چگونه می رود، فلینظر هکذا ذهاب. ببینه گفتند این رفتن زید ابن ثابت از بین ما رفتن علم بود. آره هر یکی از این علماها صاحبان علم وقتی که از بین می روند فرق ندارد او کی است، خواه علم زیادی دارد مثل داملا بارین یا علمی که می دارد، هر کدام اونها رفتن علمند، در هر کدامش بوی دارند، به اندازه علم خود تأثیر دارند، فیض دارند. از این جهت بار دیگر به فرزندان استاد داملا حکمت الله، به خاندانش، به مخلصانش، به عاشقانش این مرگ ناگهانی و رفتن استاد بزرگوارشان را تسلیت میگویم. از خداوند برای همشان صبر جمیل و ثواب بزرگ و جاینشین خوب بودن برایشان نصیب بگرداند. و خواهانم دعا میکنم خداوندا مانند ملا حکمت الله در جامعه ما باز تو قادر هستی، توانا هستی، دانشمندان خوب، عالمان خوب برای هدایت مردم
و وجود بیار و دنیا بیار. انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واکرم نزله ووسع مدخله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين يا رب العالمين.